سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی. امروز 15 دکبر است و در بخش مستقیم شما را با خبر و گزارش از تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست توجه نمایید به سرخط موضوعها. به طور بیرحمانه دستگیر شد شکایت وکیلان مدافع محمد صابر فایزов در روسیه بر رفتار ماموران انتظامی. حالتهای شبهناک در مرگ کارمند سابق حکومت اسفره با زن و فرزندش. مقامات میگویند تحقیقات دوام دارد. و زنی 66 ساله امید داشت که بعد طلاق کودکانش او را پرستاری خواهند کرد، اما در نهایت تنها ماند. مطمئنی بیا کاو به دادرم را امی فرزندم را دستگیری میکنن. 8 فرزند ایدم بیاد تجایی. اما شروع میکنیم از اون که دادگاه عالی تاجیکستان حکم پرونده پرسر و صدای کشتاری اعضای یک عائله در ناحیه رودکی را اعلان و گمانبر اساسی را به حبس ابد محکوم کرده است. کشتن زن و 3 فرزندش در ماه سپتامبر امسال نگرانی های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده بود. همکارم مولا رجب یوسفی در این باره در دوشنبه معلوماتی بیشتر دارد. طبق اطلاعات دریافته رادیوی آزادی حکم دادگاه عالی در نسبت 2 گمانبر اساسی کشتار یک عائله در ناحیه رودکی هفته گذشته صادر شده است. با گفته نزدیکان یکی از گمانبران دادگاه سیف الله عظیموف را به حبس ابد محکوم کرد. عظیموف 32 سال داشته یکی از گمانبران اساسی در قتل شهلا نظرова و 3 فرزندش گفته می شود. سیف الله عظیموف در یک نوار وزارت کارهای داخلی که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت شده است نشان میداد که چگونه شهلا نظرова و فرزندان او را کشته است. واکنش پیوندان عظیموف به حکم فعلا معلوم نیست. آنها قبلا در صحبت بدون میکروفون گفتند سیف الله عظیموف از بیانیه‌های اولش دست کشیده است. پیشتر دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای سیف الله عظیموف حبس ابد طلب کرده بود. گمانبر دوم در این پرونده نعمان سیدوی 17 ساله است. دادگاه عالی با سبب نابالغ بودن پرونده او را جدا از سیف الله عظیموف بررسی کرد، اما جزئیات حکمش فعلا معلوم نیست. طبق قانونگذاری تاجیکستان دادگاه حق فاش کردن حکم شخص نابالغ را ندارد. مرافع این نابالغ پس درهای بسته گذشته است. نمایندگان دادگاه عالی با سبب قوه قانونی نگرفتن حکم از شرح مسئله خودداری کردند. کشتار شهلا نظرова و 3 فرزندش شب 5 و 6 سپتامبر در منزلشان در دهه دریا آباد ناحیه رودکی رخ داد. پسر این زن 12 ساله و 2 دخترش 15 و 17 ساله بودند. به گفته همسایه ها جسد آنها را بعد 2 روز پیدا کردند. پدر این خانواده در روسیه مهاجر بود و بعد رخ دادن این حادثه به وطن برگشت. این کشتار نگرانی های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. وکیلان مدافع محمد صابر فایزов یکی از گمانبران حمله به کراکوس گفتند او تقریبا 2 سال پیش به طور بیرحمانه دستگیر شده آسیب سخت برداشت و حالا می‌خواهند نسبت به رفتار ماموران انتظامی شکایت کنند. در این باره رسانه‌های روسیه روز 14 دکبر گزارش دادند. این شهروند 19 ساله تاجیکستان 23 مارت سال 2024 دستگیر و سپس با عربه معیوبی و لباس طبی به تالار دادگاه آورده شد. بازپرسیش هم در شعبه احیا گذشت. با گفته وکیلان دفاع او در بالای درخت بوده به طلب ماموران انتظامی برای فرآمدن به پایین گوش نداده است. بعداً به نقل آنها نیروهای امنیتی درخت را بریدند و محمد صابر فایزов از بلندی 15-20 متر به زمین افتاده جراحت وزنی برداشته است. وکیلان باور دارند که هنگام بازداشتی او قانون شکنی صورت گرفته است و اکنون طلب خواهند کرد که به اعمال نیروهای قدرتی روسیه بهای حقوقی داده شود. بررسی پرونده حمله به کراکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو ماه‌ها باز در یکی از دادگاه‌های پایتخت روسیه ادامه دارد. 19 نفر اساساً زادگان تاجیکستان در این حادثه گمانزد می‌باشند. آنها به تحریضی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم می‌شوند، ولی خویشاوندان بعضی از آنها گفته بودند که به اتهام باور ندارند. در حمله تروریستی به کراکوس در کنار مسکو در روز 22 مارت سال 2024 149 نفر کشته و 609 تن دیگر مجروح شدند.
شما برنامه اخباری رادیوی آزادی را تماشا دارید. صبح امروز در تاجیکستان قربانی نوبتی در جنگ اوکراین را به خاک سپاریدند. بلوگر تاجیک مقیم روسیه که با تخلص کلیه تاجیک معروف بود، بعد زندانی شدنش در این کشور به جنگ رفت و از اول سال جاری دیگر با پیوندانش در تماس نبوده است. روز گذشته تابوت او را از سردخانه رستاوی لبیدان به وطن فرستادند. ادامه در گزارشی همکارم میرزا نبی خالقزاد. کلیه تاجیک در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است. جسد کامران سعیدوف را که با لقب کلیه تاجیک مشهور است و در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 15 دکبر در زادگاهش شهر حصار دفن کردند. وی 34 ساله و در روسیه زندانی بود. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت سعیدوف از ماه ینور امسال بینام نشان بود و جسدش را چندی پیش در سردخانه راستاف یافتند. او را از زندان به جنگ فرستادند. بار آخر ماه ینور سال 2025 با والدانش صحبت کرد. احتمال همان وقت کشته شده باشد، گفت خویشاوندش. کامران سعیدوف شهروندی تاجیکستان و روسیه را داشته به تجارت مشغول بوده است. وی با ستانیدن پول مهاجران از کارفرمایان و میانروان در روسیه نیز شهرت داشت. او را تیر ماه سال 2023 با عیب آدمربایی و طمع‌جویی در روسیه بازداشت و زندانی کردند. معلوم نیست آیا خودش عیب‌های اعلان شده را اعتراف کرده بود یا نه. بعضی از همکارانش میگفتند او قربانی دسیسه شده است. در هفته های اخیر این چهارمین شهروند تاجیکستان است که خبری کشته شدن یا آوردن جسدشان به کشور رسانه‌ای می شود. طرح زیستن می خواهم در اوکراین ماه می امسال نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح ماه سپتامبر روی خط باز 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. اشتراک شهروندان تاجیکستان در جنگ کشورهای دیگر جوابگری جنایی در پی دارد. مقامات تاجیکستان در تقریباً 4 سال اخیر برای اشتراک در جنگ روسیه ضد اوکراین نسبت به هیچ کس پرونده باز نکردند. برنامه را ادامه می‌دهیم و می‌رویم به شمال تاجیکستان. بعد از یک هفته درگذشت 3 عضوی خانواده در شهر اسفره سبب و عامل‌هایش هنوز معلوم نشده است. مقامات می‌گویند تحقیقات ادامه دارد. پیوندانش در نوبت خود حدس و گمان‌های دیگر دارند. روز 7 دکبر اسکندر ملکی کارمند سابق حکومت اسفره همراه زن و فرزندش در شرایط مرموز جان باختند و از 2 کودک دیگرشون که به بیمارخانه انتقال یافته بود بهتر شده است. پیوندانش طلب دارند که اسرار این فوت زودتر آشکار گردد. فرزان محمدی تفصیلات بیشتر می‌دهد. با گذشت 8 روز مقامات سبب مرگ 3 عضو یک خاندان را در شهر اسفره اعلان نکردند. اسکندر ملکی 34 ساله، همسرش معطرخان 29 ساله و دخترشان عایشه خان 4 ساله روز 7 دکبر در شرایط مرموز جان باختند. فرزندان دیگری عائله سمیه خان 6 ساله و محمد جان 3 ماهه هنوز در بیمارستان هستند. پیشتر بعضی از پیوندان و همسایگان سبب احتمالی مرگ آنها را خورش یا خوراک زهرآلود شده گفته بودند. یک کارمند بلندپایه ریاست تندرستی در ولایت سوخت روز 15 دکبر به رادیو آزادی گفت تشخیص طبی را به پایان رساندند و احتمال از خورش به این وضع رسیدن آنها هنوز تصدیق خود را نیافته است. همصحبت ما با شرط فاش نشدن نامش گفت احتمال در 1 یا 2 روز آینده نتیجه همه آن معلوم و رسانه‌ای می‌گردد. وی از این بیشتر گپ نزد. در همین حال بعضی از پیوندان همسر اسکندر ملکی نیز با فرستادن چند عکس و نوار ادعا کردند که در مرگ آنها و بیمار شدن کودکان موردهای شبهه‌آور وجود دارد. در دادستانی شهر اسفره روز 15 دکبر به رادیو آزادی گفتند که حالا تفتیش حادثه جریان دارد و هنوز در این زمینه پرونده باز نشده است.
یک همصحبتی ما در این اداره به ذکر نامش گفت نتیجه تشخیص طبی را به دوشنبه و خوجند فرستاده منتظر خلاصه آنها هستند. کوشش‌های ما برای تماس با مادر اسکندر ملکی که شاهد حادثه دانسته می شود تا این دم نتیجه نداد. پیوندان دیگر او تحقیق موشکافانه حادثه را از مقامات طلب دارند. اسکندر ملکی یا خود شفیعیان سالهای دراز در اداره‌های دولتی ولایت سوخت کار کرده است. وظیفه آخرینش مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اصفهان بود. او 1 سال پیش از این وظیفه رانده شد و طبق اطلاع دریافتی صاحبکاری میکرد. شفیعیان هنگام مناقشه شب 28 به 29 ژانویه سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سخت زخمی شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. گزارش بعدی ما از ولایت ختلان است. در این ولایت ظاهراً کوشش مقامات برای از هم پشت نخوردن عائله جفت سالخورده نتیجه نداده است. زنی 66 ساله از ناحیه شمزین شوین بعد مراجعتش به دادگاه رسما از شوهرش جدا شده است. حالا 8 فرزندش نیز مادر را تنها گذاشتند. همکارم محمود جان رحمتزاده بعد صحبت با یادگار بی‌صابر و این گزارش را فرستاد که همراه می‌بینیم. قرار دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین از ماه نوامبر سال 2025 بر اساس آن یادگاربی صابر و بعد 48 سال زندگی یکجایه رسما از شوهرش جدا شده است. دادگاه 8 فرزند او را به پرداختن الیمن وظیفه دار کرد. من در شروع میرم تمام میادم را دیدم که بچم. بعد همین سبب که مرا تحریک کرد من دیگه گفتم قطعی زندگی نمیکنم. من گفتم همین به کو به دادرم را همین فرزندم را دستگیری میکنن. 8 فرزند ایدم بیاد ترجای. این زن 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نافهمی با همسر و فرزندان پیوند داد ولی جزئیاتش را نگفت. او در صحبت پیشینش با رادیو آزادی ادعا داشت که شوهر و فرزندان او را زده اند و از خانه رانده اند. طرف دیگری ماجرا در پشخوری عائله خود زن را مسئول می‌دانند. چوپان قاسموف شوهر اینک سابق یادگاربی صابر و میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند ولی همه چیز یکباره تغییر یافت. او میگوید سبب دیگرگونی را نمی‌داند. من 8 فرزند دارم. 4 بچه 4 دختر. همه با در دوی خدمت بچه‌اش در همین جای. باور کنی اگر 2 سال من خونی خدمت می‌کردم. ماجرای یادگاربی صابر را در ناحیه شمس‌الدین شاهین بسیاری هم می‌دانند. نمایندگان حکومت نیز چند دفعه تلاش کردند تا عائله را از همپاشی نگه دارند ولی ناکام ماندند. خود خاله یادگاربی را، شوهر خاله یادگاربی را، فرزندای خاله یادگاربی را که در دیگر گوشه و کنار مملکت زندگی می‌کنند دعوت کردیم در بینای مقام جای محلی حکومت دولتی مسائلی که پیشه کردن محاکمه کردیم، بررسی کردیم، فهماندیم، سندات ترتیب دادیم که مثال در منبع زندگی خودشان را مستحکم کنند. یادگاربی صابر و اکنون در خانه خواهرزاده‌اش جا گرفته است. وی دوزنده است و در گذشته با گرانت پرزیدنتی چند ماشین درزدوزی خریده است. حالا می‌خواهد به کارش ادامه دهد. هر سال در تاجیکستان هزارها عائله از هم می‌پاشند. اکثرا ازدواج برمحل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سبب‌های اساسی نامبر می‌شوند. در این میان قضیه یادگاربی صابر و کم سابقه است. و در نشست منطقه‌ای در تهران در مورد افغانستان به حضور نمایندگان حکومت طالبان صورت گرفت. ایران میگوید گروه طالبان را هم به این نشست دعوت کرده بود. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز 14 دکامبر با اشتراک نمایندگان ویژه تاجیکستان، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان و نیز روسیه با میزبانی وزارت کار خارجه ایران برگزار گردید. هدف این نشست بحث در مورد یک دیدگاه منطقوی پایدار در مورد چالش‌ها و بحران‌های مشترک گفته شده است. دوستان مهربان با همین مطلب برنامه اخبار آزادی را به پایان میبریم. چون همیشه خبرهای بیشتر از این را میتوانید در سامانه آزادی.org پیدا کنید. اینچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شماست. فردا شما را با خبر و گزارش‌های نو در برنامه منتظر هستیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت.